Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Birodaron ikrom, to vaqti namoz sar shudana dina parer darbori عملهایی که نماز ویران میکند در همین باره سخن کرده بودیم. اول یک هفته پیش، یک روز پیش نشنده است، 3 روز پیش انسان طهارتش میشکست چیزی گفته بودیم. امروز ما دیننگ ما آخر نش در نمازان راه رفتن گفتیم، یعنی بعد همون نماز در آمدن بس اگر قدم زنیم اگری همون قدم زاگم و عدت زیاد شود اگری نماز ما ویران سمشده است. برای همین نمازخوان آدم اول استاد باشه که گفته میجمیده جوش به جمعه یوم جسم شد میونه جسم شد قفانگ پیشه میگذارد حال کرده گفته سونه نماز میداریم. دهمش در نماز انده یگان چیز خودن و یک آشامیدن که اتین بیرون گفته نمیخورد، این نمیداند و دونستش دکار کی دیمک در نماز انده طعام خودن یگان آب نوشیدن مثل همه خیلی چیزها نوشیدن در نماز انده نماز ویران میکرده است. اینا میدانم، لیکن گاه اصل طعام خیستگی وقت انده در مبین دندان ها بعضی طعام ها موندنش ممکن. همون طعامی در مبین دهان مونده دندان مونده از مثل نخود کلانتر باشد، از دیگه وای به زبان برآورده به نوک زبان بیرون برآورده از دیگه خورم مگری وای خود طعام خودگی با انسان میشد. این چیز هم نماز ویران میکرده است. همین چیز با پیشین کهنسالا جدا زیرک بودگی از نماز پیش اگر اثر دسترخوان خیزوشه گری آب خودگی دهنده چیخه گرد میگفتند. این دمک به باعث نبود است که همون مبادا خوفی همون مابین دنداننده یگان طعام مونده در نماز انده هوای به مشغول شده تناول کرده مونو مگری نماز ویران شدن خوفش های گفتگی مقصد انده همین توصیه میکردن. این دمک سنتی چیز سامی شده است. امروز ما سیومش از کتاب نظر کرده خواندن. اصلش قرآن از نماز بیرون باشدگری از قرآن خوانمگری و فضیلتش بلند سم میشد. از یاد خواندن همون از کلام الهی از قرآن کریم کشاده خوانمگری این اولاتر سم میشد. لیکن نمازنده این چیز ممکن نه. نمازنده از کتاب اگر یک انسان مطلق نماز نمیداند هوا انسان با دوتا مجبوریت یا خیلی و انسان با بار شدن با برای دیگه مجبوریت اجرا کردن از کتاب دیده یک روز دو روز تا نماز یاد گرفتن خواند شاید که شود. لیکن دیگه حال هنده این خیلی کار فرمودن این خیلی کار اجرا کردن معقول حساب نمیشد است. این هم یک قسمش. بازم همین خیلی یک حالا هایی که بعض خانه ها و یا که بعض مسجد ها ده طرف قبله و خشرو کرده آیت های نوشته موندگی یا که یک دعاها نوشته موندگی یا که خانه مونده خیلی دعاها های هوای چیز اگر چشم و غلطه دو هوای خونده مونو مگلی بزبان کتی نماز ما ویران میشده است. این وقتی اضافه میشد خانه هایی که ما همون زنها خواهشان خاص جهاز میکنن هوای باید مردها با اعتبار شوند. نماز خواندن همونجا انده روان نمی شود اگر همون خواننده هیکل یا که رسم طرف قبله و یا دست راست و یا که دست چپ با اویختگی موندگی باشد. اصلاش خیلی چیزهای خاطروی چیزه یک البوم کرده نگه داشتن لازم. اگر اصلاش حاضر وقتنده همون بعض همون رسم هایی که روزهای عروس میغلطن
هوای نشگیش هم معقول. یک تاریخی چیزی مونده یک پدر و مادر مویا قد غلطی رسم موهای هوای خونه هوا زینت نکرده همون اگر به حد احتیاط کرده ما قلبمو فرمودگاری همون نگهبانی کرده یک جو کرده دیگه جوهی در نماز خوانده که وقتنده چشم نمیغلطه جو آمدن دکور. بعضی همون خانه های نوعروسان ده حاض یک چیزی نامقبول عاده شدگی همون شکل حیوان هنده همون چیزها های همون قیانچه ایقچه همه خیل چیزها های هوایم در نماز هوای طرف با نظر کردن نمیشد. اصلش همه خیل صورت بدگی جونده اصلش فرشته نمیشد. همون توصیه همه خیل چیزهای با پول نخرتون. این چیز با پول عمر صرف نکنتون. این چیزنده اسراف بسیارتر است. وای برای استفاده گرفته نمیشد. فقط برای زینت گرفته میشد. زینتی که بیهوده زینت ساخته میشد. و همین خیل چیزهای همون آیندن باشدم فروخته بافتم هم یا دیگه چیز به استفاده بردم بمی کنه فرمم. لیکن در همون خانه که ما میشینیم میخوام میریم همون خیل رسم های جهاز کرده موندن اسلام نمیفرماید. این انده نیک نیست. همین چیز با ما باید با اعتبار شویم. امروزنگی ما آخر نش عمل کثیر یعنی کاری زیاده غیر از شریعت فرمودگی دیگه جهان دا نه دست مویا نه پوچک مویا نمی جمونه شودگری آینده نماز ما ویران میشد. دو بار زیاده تر یک رکعت اند چخل دست یا پوچک مویا یا کله مویا دیگه جو گردانو میگری هوا چیز نماز ما ویران میکند. همین چیز ما حس کرده آمده کار. همون فرزندهای نو نمازخوانای دیگه همون بلاغت و نرسه که باشگانه نمازنده نمیجمی نمازنده یوانو قفا نظر نمیکنی این چیز نماز ویران میکند. گفته باید پدرها باباها همین چیزا رساندن به حرکت کردن ما در کار است. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا ومن عذاب الاخره برحمتك يا ارحم الراحمين.